بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گران قدرش. در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان درباره مادرمون صحبت کردیم، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها و نحوه آشنایی با رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتیم که در کاروان تجاری خدیجه در مکه، خدیجه ثروتمند، خدیجه‌ای که بزرگترین ثروت در بین زنها رو داشت در مکه، اون خدیجه‌ای که اصل و نسب داشت، شرف داشت، نجابت داشت، از قوم اشرافی بود، اون خدیجه‌ای که کمالات داشت، اون خدیجه‌ای که جمال داشت، مال داشت، اون خدیجه‌ای که با وجود دوبار ازدواج قبلش خواستگاران زیادی هم داشت اما قبول نکرده بود. در یکی از کاروان‌های تجاری خودش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان کارگر خودش، تعبیر ساده تر اگر بگیم، انتخاب کرد. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم در این کاروان مشغول کار شد. میسره غلام خدیجه از طرف خدیجه مسئولیت داشت که در این کاروان حواسش جمع باشه و پسر عبدالله رو مد نظر بگیره. خدیجه درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد شنیده بود، زیاد درباره ایشون، از اخلاقشون، از رفتارشون شنیده بود، اما میخواست که بیشتر بشنوه و بیشتر ببینه. کاروان در راه شام و برگشت درآمد بسیار زیادی برای خدیجه آورد. هنر پیامبر، هنر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم سبب شد که بسیار این کاروان موفق باشه. میسره در مسیر کاروان حواسش جمعه، مواظب این جوانه و مواظب این انسان فرهیخته است. کرامت هایی هم دید از پیامبر، اون موقع که پیامبر خودش هم خبر نداشت که پیامبر میشه. وقتی که برگشتن، کاروان برگشت با دستاوردهای زیادی برگشت. میسره دوان دوان رفت پیش خدیجه و اطلاع داد، خبر داد از اون مواردی که کمتر کسی از محمد دیده بود. خود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم هم که برگشت، جوان زیباروی مکه، رفت پیش مدیر کاروانش، مسئول کاروانش، رئیس کاروان و گزارش کار داد. برگشت. وقتی برگشت، ذهن خدیجه رو مشغول کرد. از دیر وقت فراوان شنیده بود از محمد، اما این دفعه بعد از تعریف‌های میسره، بعد از ملاقات مستقیم و رو در رو با یتیم عبدالله، احساس میکرد که تغییر کرده. در وجود خدیجه چیزی تغییر کرده بود. خدیجه قصد ازدواج نداشت، دوبار ازدواج کرده بود، خیلی از سردارهای مکه رو رد کرده بود، اما این دفعه احساس کرد که در وجودش یک حس جدیدی شروع شده. نتونست از نفیسه، رفیق خودش، اون خانمی که همدم خدیجه بود، پنهونش کن. با نفیسه درد دل کرد از احساسش نسبت به محمد صلی الله علیه و سلم. گفت نفیسه گفت اجازه بده برم باهاش صحبت کنم. خدیجه نگران از این که محمد قبول نکنه. فراموش نکرده که دختر عموش رقیه، وقتی که رقیه خواهر ورق ابن نوفل
و دختر نوفل، دختر عموش، اسم عموش هم نوفل بود، همین که برادری به اسم نوفل داشت ام المؤمنین خدیجه هم عموش. خواهر ورقه بن نوفل خاطرخواه پدر این انسان بود. خواهر ورقه دختر عموی خدیجه خاطرخواه عبدالله شده بود. اون موقعی که عبدالله از قربانی شدن نجات پیدا کرد در مقابل 100 تا شتر، رقیه علاقمند شده بود، نوری رو در وجود عبدالله دیده بود، در چشمان عبدالله میدید. رفت پیش عبدالله و گفت 100 شتر به خاطر نجاتت از قربانی فدا شد، 100 شتر دیگه من فدای تو میکنم و اجازه بده من زنت بشم. عبدالله روی گرداند از خواسته دختر عموی خدیجه. خدیجه نگرانه که محمد قبول نکنه، به مثل پدرش. پدرش دختر عموی خدیجه رو رد کرد، قبول نکرد. آیا این دفعه پسر جواب میده به خدیجه؟ نفیسه رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. اومد پیش محمد یتیم، محمدی که دردها کشیده، رنجها دیده، 25 سال سنشه و در این 25 سال پدر رو که هرگز ندیده، مادر در 6 سالگی رفته، عمویی که جای پدر رو داشت، پدر بزرگی که جای پدر رو پر کرده بود در 8 سالگی رفته و نه برادری داره نه خواهری داره. برای عموش ابوطالب چوپونی میکنه. این دفعه هم کارگری کرده برای خدیجه تا کمک خرج عموش باشه. نفیسه رفت پیش محمد ابن عبدالله، زیباترین جوان مکه، میخواد خواستگاری کنه برای خدیجه. مستقیما نمیخواد بگه، میخواد به نحوی مطرح کنه موضوع رو که ببینه آیا اصلا تمایلی داره محمد به خدیجه. چرا ازدواج نمی کنی محمد؟ من مالی ندارم که ازدواج بکنم. اگر من کسی رو معرفی بکنم برات، کسی رو معرفی کنم برات که مال داره، جمال داره، کمال داره، از خانواده با اصل و نسبی هم هست، قبول میکنی؟ زنی با این صفات، هم مال داره، هم کمال داره، هم جمال داره، هم از خانواده با اصل و نسبی. جوان زیباروی مکه، زیرکترین جوان مکه، سریع فهمید که این زن کسی جز خدیجه نمیتونه باشه. رو کرد به نفیسه، گفت که خدیجه است؟ گفت بله خدیجه است. محمد ابن عبدالله در مکه میدونه که خیلی از اشراف رفتن به خواستگاریش، کسانی که در ثروت شاید برابری میکنن با میلیاردر مکه. خدیجه و یا اینکه شاید بیشتر از اون هم دارن. آیا قبول میکنه؟ من باهاش صحبت میکنم. چرا قبول نکنه؟ اجازه میدی من باهاش صحبت کنم؟ بله برو صحبت کن. نفیسه برگشت تا دلهره خدیجه رو درمان کنه. خدیجه نگرانه از وقتی که نفیسه از خونه خارج شده رفته به سمت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. مضطربه نکنه جوابی رو که پدر این جوان به دختر عموش داد حالا پسر هم به خدیجه بده. نفیسه برگشت، بشارت آورده برای خدیجه. برگشت و بشارت رو آورد برای خدیجه که خدیجه خوشحال باش که محمد تو رو پذیرفته، قبول کرده. رسم غالبا بر اینه که مرد باید بره خواستگاری زن. الان نوبت محمد ابن عبدالله است که بره خواستگاری. محمد میخواد بره خواستگاری. پدرش که فوت کرده، پدر بزرگی هم نداره، برادر بزرگتری هم نداره، یک عمو داره که بعد از بابا بزرگ سرپرستیش رو به عهده گرفته. ابوطالب میره پیش عموش، عمو جان میخوام ازدواج کنم. عمو خوشحال میشه. ابوطالب از این خبر خوشحاله که برادرزادش که اون کسی که نقش فرزندش رو داشته
الان میخواد ازدواج کنه، میخواد سر و سامون بگیره، خوشحال از این خبر. اون خوش نصیب کی هست که برادرزاده ابوطالب میخواد باش ازدواج کنه؟ خبر میشه ابوطالب که محمدش قصد داره بره به خواستگاری خدیجه، بزرگ بانوی مکه. خوشحال میشه، خدیجه رو خوب میشناسه. خدیجه کسیه که در مکه پاک زندگی کرده، در اون دوران جاهلیت قبل از اسلام لقب طاهره گرفته، یعنی پاک و پاکیزه. بانوی با نجابتیه، بانوی فریخته‌ایه، بانوی با کمالاتیه، بر کسی پوشیده نیست. جایگاه خدیجه. حمزه هم با خودشون برمیدارن. حمزه برادر ابوطالب، عموی پیامبر، برادر رضایی پیامبر هم هست. از یه مادر شیر خوردن. چند سال بیشتر از پیامبر بزرگتر نیست، اما همراه میشن، دارن میرن خواستگاری برای محمد ابن عبدالله، سردار فرزندان آدم صلی الله علیه و سلم. 3 نفری حرکت کردن، مسیر عوض کردن، رفتن به سمت خونه خدیجه. خدیجه هم پدرش فوت کرده، در جنگ فجار کشته شده. رفتن به خونه، رفتن برای خواستگاری. در باز میشه، عمرو میاد. عمرو بن اسد عموی خدیجه است. به هر حال یه بزرگتری باید بیاد بشینه تو محفل صحبت کنن. الان تصور کنید این صحنه رو، تو صحنه زیباییه. پیامبر محمد ابن عبدالله، عزیزترین مخلوق الله تعالی، رفته برای خواستگاری. اون انسان نجیب، با شرافت، با نجابت، زیبا خلق، زیبا روی، رفته به خونه خدیجه تا ازش خواستگاری کنه. رفتن. رسم بالاخره که بعد صحبت شروع کنه. صحبت شروع میشه. ابوطالب شروع میکنه به صحبت کردن. بزرگ محفله، بزرگ محمده، شروع میکنه خطبه میخونه. چیزی که ما امروز بهش میگیم خطبه عقد. حالا خطبه کنه، اون موقع خطبه ها مثل امروز نبوده. به هر حال همون صحبت آشنایی و به هر حال اصل موضوع رو داره مطرح میکنه. شروع میکنه یه مقداری از اصل و نسبشون میگه. حق داره. اصل و نسب بین عرب خیلی مهم بود و همه هم میدونن که بهترین اصل و نسب مال این خانواده است. از خود عبدالمطلب که به بابای ابوطالب و با بزرگ پیامبر میره تا به ابراهیم علیه السلام میرسه. قبلش به اسماعیل میرسه. بعدش گفت این جوان پیش من نشسته محمد ابن عبدالله است. برای تاکید، برای آشنایی میگن این چیزها رو دیگه. همه میدونن که محمد ابن عبدالله است. این برادرزاده منه. اگر در مکه جوانهای مکه رو با این مقایسه کنیم، هیچ کدوم از جوانهای مکه در فضل، در شرافت، در ذکاوت، در نجابت، در جمال برابری نمی کنن باش. هیچ جوانی در مکه مثل این نیست. درسته که مال زیادی نداره، اما ثروت یک سایه زودگذره و یک مالیه که امانت پیش انسان محکوم به زواله. مال از بین میره. اونا صحبتی ابوطالب محفل خواستگاری الان نشستن، این طرف محمد ابن عبدالله جان من به فدای اون، اون طرف هم حمزه نشسته، ابوطالب داره حرف میزنه، عموی خدیجه هم نشسته. محمد علاقمند به دختر شما، دختری که تو خونه شماست، به خدیجه علاقمند خدیجه است. محمد خاطرخواه خدیجه است. برای ام المؤمنین خدیجه اگر هیچ فضیلتی در دنیا نمی بود همین یکی بس،
که خاطرخواهش محمد ابن عبدالله است صلی الله علیه و سلم. خوش به حال اون کسی که خاطرخواهش سردار کائنات. چه خوش نصیب اون فردی که خاطرخواهش بزرگترین پیامبر تاریخ. خوش به حال اون کسی که محمد اون رو پسندیده، محمد اون انتخاب کرد، محمد اون رو دوست داره، به عنوان همسرش، همراهش، همرازش، همفکرش قصد داره این رو انتخاب کنه، سالهای سال باهاش زندگی کنه، قصد داره این رو انتخاب کنه زندگی خودش رو باهاش شریک کنه. خوشبال همه اون کسانی که پیامبر اونها رو خاطرخواه بود، پذیرفت. خوشبال همه همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها رو قبل از اینکه پیامبر انتخاب کنه الله انتخاب کرده بود برای پیامبرش. محمد ابن عبدالله یک مسیر رو در زندگی طی میکنه که الله براش انتخاب کرده و در این مسیر نیاز داره به درسها، به آزمایشها، به پخته شدن، به همراهانی که تو اون مسیر کمکش کنن. از جمله این همراهانی که بعد در این مسیر همراه محمد باشن ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم خدیجه است. خدیجه انتخاب شده، الله تعالی خدیجه رو انتخاب کرد. معجزه‌ای به اسم خدیجه در کنار معجزه‌ای به نام محمد قرار معجزه ها بپا کنن. محمد خاطرخواه خدیجه است و خدیجه هم خاطر محمد رو میخواد. صحبت به همینجا تمام شد. این خواستگاری بود، خطبه ابو طالب. اون طرف هم امر عموی خدیجه معترفه به همه این چیزا. مگه میتونه انکار بکنه؟ کدومش رو انکار بکنه؟ فضل پیامبر انکار بکنه، نجابتش رو، اصل و نسبش رو، هرچی ابو طالب گفته راست گفت. عموی خدیجه گفت که جوانی نیست که جایی در بزنه ولی بهش جواب داده نشه. این جوان از اون جواناییه که اگر هر جا پا بگذاره کسی نمیتونه اون رو رد کنه. نگفت که مال نداره، نگفت که فقیره، دختر من میلیاردره، خواهرزاده برادرزاده من میلیاردره، خدیجه کلی مال داره، کلی ثروت داره، خاطرخواهش اشراف قومن، این فقیر اومده اینجا. نه، برای مشرکین هم در اون زمان با اینکه بت میپرستید عموی خدیجه، برای اونها هم این صفات اخلاقی، این ویژگی ها مهم بود، ارزش داشت. موافقت شد، دو نفر قرار با هم ازدواج کنن. مراسم خواستگاری تمام شد، خدیجه و محمد با هم نامزد شدند صلی الله علیه و سلم. خانم بزرگتر از آقاست. آمادگی میگیرن برای مراسم ازدواج. مراسم ازدواج یقینا خرج محفل رو خدیجه خواهد داد. مهمونایی هم دعوت میشن، میان در مکه سر صدا میپیشه، خبر میشن. همه مردم مکه محمد رو میشناسن، هم خدیجه رو میشناسن. محمد صلی الله علیه و سلم خواهر و برادر و پدر و مادری که نداره بیان تو عروسیش، دور بریاش میان، عموهاش میان، یک نفر دیگه هم میاد، یک نفری که نقش مادری داره، حلیمه‌ای که پیامبر شیر داده بود در بچگی، مادر رضایی پیامبر در بنی سعد، اونم میاد برای ازدواج پسرش، میاد تا جای خالی آمنه رو پر کنه برای پسرش. خبر در مکه میپیچه، محفل عروسی برگزار میشه. مهریه خدیجه 20 شتره، مهریه هم تعیین میکنن. مراسم ازدواج در مکه میهمانی میگیرن. عادت خدیجه و محمد صلی الله علیه و سلم اینه که همیشه
اطرافیان رو اکرام میکنن. به فقیرها، به مساکین و مستمندا میرسن. یه غذای درست حسابی خدیجه میده به اطرافیان. خوشحال از این که مردی مثل محمد نصیب شد. گرچه مردم مکه، مردهای مکه در تعجبن از انتخاب خدیجه که این همه اشراف قریش رفتن قبول نکرد و یک جوانی که فقیر بود، یتیم عبدالله رو قبول کرد و تمام دخترایی که شیفته و شیدای محمد ابن عبدالله بودن شاید این آرزو هم داشتن که یک روزی زن همچین زیباروی زیبا خویی بشن. اونا هم زیاد دل خوشی ندارن، بعضیاشون، خیلی هاشون، از اینکه محمد از دستشون رفت و دوشیزه هایی که خیلی هم زیبا بودن، از خاندان با اصل نسبی هم بودن، اما محمد اونا رو انتخاب نکرد. به هر حال چند مدتی حرف مکه این ازدواجیه که همه اهل مکه به فضل این دوتا اعتراف دارن. هیچ عیبی نمیتونن بگیرن، نه از خدیجه نه از محمد صلی الله علیه و سلم. فقط تنها بحثی که مطرح میشه شاید بگن که خب یک جوان فقیر با یک زن میان سال خیلی خیلی ثروتمند ازدواج کردن. هیچ وقت منکری نبودن که اصل و نسبشون به هم نمیخوره، جایگاهشون به هم نمیخوره، اخلاقشون به هم نمیخوره، شخصیتشون به هم نمیخوره، فضایل اخلاقیشون به هم نمیخوره، کمالات و درک و ذکاوتشون به هم نمیخوره. کسی منکر این نبود. تنها چیزی که شاید مطرح میکردن اینه که سنشون به هم نمیخوره و پولشون به هم نمیخوره. به هر حال این ازدواج صورت گرفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که از خونه مادر رفت خونه بابا بزرگ، از خونه بابا بزرگ رفت خونه عمو، امروز از خونه عمو داره میره خونه خودش. رفت یک خونه جدید. محمد ابن عبدالله در 25 سالگی رفت به خونه خودش. اما خونه که مال خدیجه بود. خدیجه کل مالش، زندگیش همه رو فدا کرده بود برای محمد. این خونه ایه که تمام مردم مکه بدون شک همشون اعتراف دارن که این خونه که الان خدیجه و محمد در اون زندگی میکنن، این خونه نمونه دومی نداره در مکه، چون هیچ زنی مثل خدیجه نیست و هیچ مردی هم مثل محمد نیست. محمد 25 سالشه، اما در مکه کسایی هستن که خیلی بزرگتر از ایشونن، ولی این جوان عبدالله این یک موجود دیگه است اصلا. این یک جوان متفاوته، این فرق میکنه با همش. این خونه یک فرق دیگه هم با خونه ابوطالب داره. این خونه دیگه اون سختی‌های خونه ابوطالب رو نداره. ابوطالب زیاد وضع مالیش خوب نبود. اینجا خونه میلیاردر مکه است، خدیجه. اما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم فراموش نکرده که زندگی که قبلا داشت، بچگی که بزرگ شده بود، چوپونی‌هایی که کرده بود، سختی‌هایی که کشیده بود، چگونه زندگیه. جوان قانعی بود. جوانی نبود که اهل بریز و به پاش باشه، فرصت پیدا کنه خب الان خانم من میلیاردر دیگه، بسم الله دیگه الان حساب بانکیشو خالی کنم و برم هر چی دوست دارم خرج بکنم، این طرف و اون طرف، و فقط به فکر خودش باشه و به فکر رسیدن به سروزن خودش باشه و به فکر خوردن و به فکر زینت کردن و آرایش کردن و تفریح کردن. نه، خدیجه شناخته بودش که اومد اختیار زندگیشو داد بهش. اگر قرار بود محمد همچین فردی باشه هرگز خدیجه انتخابش نمی‌کرد. محمد صلی الله علیه و سلم در این خونه به همراه خدیجه زندگیشون رو شروع کردن. خونه سراسر محبت، عشق، عاطفه. زندگی خدیجه رضی الله عنها با پیامبر صلی الله علیه و سلم دو بخش مهم داره، یعنی دو تا قسمت مختلف داره با هم. یکی از ازدواج تا
40 سالگی پیامبرمون، 15 سال اول قبل از پیغمبری و زندگی 10 سال بعد از پیغمبری، این دوتا کاملا مختلفن. وقت ما تموم شد. در برنامه بعد انشاءالله به همراه شما ادامه میدیم مسیر رو، ببینیم این خونه چگونه خونه‌ای بود، چه اتفاقاتی افتاد، چه کار میکردن اهل مکه در وجود محمد و خدیجه در مکه رضی الله عنها و صلی الله علیه و سلم، و در این خونه چه اتفاقاتی افتاد. شاید کمتر تا به حال پرداختیم به این مسائل که زندگی پیغمبر ما با خدیجه در 15 سال قبل از پیغمبری چطور گذشت. در برنامه بعد انشاءالله با شما در این موضوع صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو برنامه تار میسپارم. الله یار و نگهدار.